قدرت نمایی رهبر ایران مقابل آمریکا. سعی کنن یاوه‌گویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تحریف میکنه. به نظرتون دلیل اینکه آیت الله خامنه‌ای جلوی زورگویای آمریکا وایساده چیه؟ چرا تن به خواسته آمریکا نمیده؟ یکیش قدرت ایرانه که به رهبری امکانو داده تا در مقابل ابرقدرتی مثل آمریکا اینطوری بیباک عمل کنه. دلیل دوم اینه که آیت الله خامنه‌ای به استراتژی قدم به قدم آمریکا آگاهه. اینطوری که اگه ما یه قدم عقب بکشیم، باید تا آخرین قدم بریم عقب. و از همه مهمتر اینه که رهبری کارآمدی انرژی هستی رو خوب میدونه. همین الانش داریم توی حوزه‌های مختلف از انرژی هستی استفاده می‌کنیم. درمان سرطان، تولید داروهای خاص یا حتی انرژی پاک و استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی. آمریکایی‌ها میگن باید تمام برنامه هستی ایران برچیده بشه. با اورانیوم مورد نیازش رو برای فعالیتاش از ما متحدانمون خرید کنه. همین آمریکایی بود که بیماری پروانه تحریم کرد و نداشت دارو بهشون برسه. طبیعیه که برای انرژی هستی قرار نیست ما رو کمک کنه. رهبر ایران خوب میدونه که آمریکا داره از اهرام رسانه استفاده میکنه تا هیمنه پوشالی خودش رو حفظ کنه. یه روزی ویدیو میاره توی خاورمیانه، تهدید میکنه، تو عربستان میاد علیه ایران صحبت میکنه. ولی همه اینا برای اینکه هیمنه پوشالی آمریکا حفظ بشه. اقتداری که ایران جلوش خیلی خوب وایساده.